سلام، به جلسه 11 از آموزش فتوشاپ خوش اومدین. اگر جلسات قبلی رو ندیدین حتما بهتون پیشنهاد میکنم یه نگاه جامع روش بندازین. تو این جلسه ابزار دوج رو میخوام بهتون آموزش بدم، بورد و ابزار اسفنج. ابزار دوج برای روشنایی کار میاد و اینکه ببینید الان من با براش چراغ‌های این ماشین رو روشن کردم. اگر بخوام طبیعی‌تر بشه با همون ابزار دوج یه مقدار روش میکشم، یه هاله‌ای هم روی زمین بالاخره میندازه اون چراغ و به این شکل میتونم اون چراغ و نورش رو در بیارم. این تصویر اصلیمونه و این تصویری که شما میتونید درست کنید با این آموزش. ابزار بعدی برعکس این ابزار بورد برای تیرگی استفاده میشه. تصویر اصلیمون اینه. اگر با ابزار بورد دور سوژه رو یه مقدار مشکی تر بکنیم که همون حس و حال شب بیشتر بهمون بده و هم سوژه برجسته تر بشه، خیلی به نظرم جالب میشه. تصویر اصلی و تصویری که با ابزار بورد تونستیم بسازیمش. ابزار اسفنج یه حالت سیاه و سفیدی به کار میده ولی تمام رنگ ها رو جذب نمیکنه. روی شادوها و هایلایت ها تاثیر زیادی میذاره. ببینید من الان نصفی از تصویر رو از ابزار اسفنج استفاده میکنم و رنگش میکنم. اگر خیلی بکشیم تصویر میسوزه. ببینید دیگه الان آبیا رو از بین نمیبره. با احتیاط از این ابزار استفاده کنید. با ابزار اسفنج. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودین. سابسکرایب، لایک و نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید.